بعضی از خودروهای دوگان و سوز معمولا زمانی که گاز میزنن یا گازشون زود تموم میشه یا اینکه دیر روی گاز میره یا مثلا تو سرما دیر روی گاز میره و حجم مشخصی یه واحد مشخصی مثلا 8 کیلو نمیگیره، مثلا 7 کیلو نمیگیره. این به خاطر اینه که و حتی اگه زمانی هم گاز زدن گازشون زودتر تخلیه میشه. این به خاطر اینه که داخل نازلای گاز یه مقداری روغن هست و این روغن جمع میشه و حجم اون گاز رو میگیره. شما باید کپسول رو درارید و تخلیهش کنید. رو خود شیر گاز نوشته که مثلا یه طرف کلوس بسته یه طرف هم اوپن باز. شیر رو از این قسمت ببندید. 2 تا بسته داره، یه بسته ورودی یه گاز، یه شلنگ هم خروجی گاز. این شیر بسته است، هیچ گازی رد و بدل نمیشه. بسته بالا و بسته پایین رو باز کنید، شلنگاشو درارید. اما بعد از اینکه این لوله خورتومی ها رو در آورد و شیر گاز رو هم بستید، به 2 تا شلنگ میله‌ای میرسید که با آچار 14 باید باز بشن، یکی بالا و یکی هم پایین. این رو هم قبلش یادم رفت بهتون بگم که قبل از اینکه کپسول باز کنید باید کپسول گاز تا حد امکان از گاز استفاده کنید و گاز تخلیه شده باشه. و این پیچ های کمربندی کپسول گاز هم با آلان 8 باز کنید. کمربندی درارید، کپسول درارید. خب بعد از اینکه کمربندی های کپسول گاز هم در آوردید، کپسول اجاش در آوردید، از کپسول سرت هایش باید کنید و روغنش رو توی یه جایی تخلیهش کنید و در آخر کپسول هم برعکس کنید، توی یه ظرفی چیزی به این شکل قرار بدید. حالا ما این ظرف رو داشتیم، البته سوراخش کنید چون زمانی که شما گاز رو تخلیه میکنید تا آخر تخلیه نمیشه و این یه مزایای حساب میشه چون اون گاز به روغنش فشار میاره و زمانی که برعکسش میکنید روغن رو با فشار تخلیه میکنه. این ظرف هم سوراخ کنید که گازش از اون طریق خارج بشه. البته مخزن خیلی سنگینی هم هستش. بعد از اینکه روغن تخلیه شد کامل، کپسول بندازید بالا، تنظیمش کنید چون این شیرهای تنظیمات خاصی دارن. این بشیر قشنگ تنظیم باشه به این قسمت. روغنش هم که اینه، حجم روغن نسبتا زیادی هم هست. و در آخر هم این 2 تا شیر رو ببندید که ما فعلا نتونستیم ببندیمش. بس پیچ کمربندی کپسول هم ببندید، کپسول رو تنظیم کنید و در آخر هم صندوق رو جمع جور کنید و برید سوختگیری کنید. فقط حواستون باشه که تست کنید از اینجا نشیند از این قسمت ها.